امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه، بزن بریم ببینی. سلام مهندس، از این برا راه گم کردیم. چه خبر؟ بچه کار میکنن، تیغ چینی طبقه اول تمام شده، بالا الان اینا رو ولش کن، اینا رو بعدا برام اس کن. فقط بابام زنگ زد بگو حبیب اومد سرکشی کرد و رفت. خب یه حرفا چی هست؟ من نمیتونم به آقای نقبی دروغ بگم. دروغ چیه؟ اومدم دیگه. باید برین سرکشی کنین مهندس. سرکشی چه جوریه؟ چیکار باید بکنم؟ باید برین طبقات نظارت کنین، بچه‌ها رو ببینین چیکار میکنن چیکار نمیکنن. اگه تو هم مثل من سینگلی یا این ویدیو رو تماشا میکنی، این ایموجی رو برام کامنت کن تا ببینم چند نفریم. سلام آقا. سلام. سلام آقا حدید، چه عجب، خوش آمده. به عالیه همه چی. چه سفالچینی، چقدر خوب اینجا عالی شد. اتاق دلباز است. بریم. الان خوب شد، سرکشی کردم، نظارت کردم. آره ببین، پس بابام زنگ میزنه میگه چی؟ مهندس آمده، یک رفت تکلیف کرد رفت.